امشب انقدر اینجا میرقصم تا صحنه رو به آتیش بکشم. یکم بخند، وقتی میخندی خوشگل میشی. ببین گوش کن، الان همه از همون انتظار یه رقص رمانتیک دارن. خواهش میکنم قبول نکن، چون نمیخوام بد به نظر بیام. باشه؟ چرا من قبول نکنم؟ من واقعا نمیخوام برقصم، تو که منو میشناسی. وقتی بخوام برقصم خیلی استرس میگیرم. مردمم شروع میکنن نگاه کردن، میفهمی که چی میگن. تو واقعا میخوای برقصی؟ نه معلومه که نمیخوام. پس نظرمون یکیه. ولی تو بگو نمیخوام برقصم. ببین من یه پیشنهاد دارم، اگه تو این رقص رو رد کنی، هر کاری که تو بگی من انجام میدم، هر چیزی، بدون هیچ قید و شرطی. پیشنهاد خوبیه. خوبه نه؟ ببین گوش کن، هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط سعی کن اشتباه نکنی. من تلاشمو میکنم که روحی تو از اینجا بیارم بیرون، فقط تا جایی که ممکنه سرگرمش کن. من اینجا حواسم به شیتا هست. باشه؟ اتفاقی افتاد زنگ بزن. روحی تو شیتا میخوام با هم برقصن. برت پیت گفتم تو هم با ارناگه برقص، ولی قبول نکرد. چی؟ قبول نکرد برقصه؟ ببخشید، شنیدم نمیخوای برقصی، دلیلش چیه؟ راستش منم همین سوال پرسیدم، ولی گفت آهنگاشو دوست نداره. این حرفا چیه؟ رقص نشون دادن احساساته. میدونی من وقتی دانشجو بودم خیلی رقص دوست داشتم. واقعا؟ میرا راست میگه. شیتا همون دختره نیست؟ همون که یه مدت پیش رابطتون رو باهاش قطع کردین. شیتا خانواده‌اش کجان؟ من و شیتا همیشه یکم بدقولیم. حتما تو راهن. خانم پامرو گفت که بعد از اینکه ما با شیتا قطع رابطه کردیم، نظرشون عوض شده و تصمیم گرفتن دخترشون رو به روحیت بدند که قطعا همسط ما هست. الان ما چیزی رو از دست ندادیم. کاش میدونستم به چی فکر میکنی که اینقدر ذهنتو درگیر کرده. خانم خوشگل و عزیزم، خیلی سخته که بفهمی درونم چی میگذره. الانم برو خوش بگذرون. بابا مأمورای اداره مالیاتی به شرکت حمله کردن. این حرفا دیگه چیه؟ یعنی روز دیگه یو پیدا نکردن که بخوان بیان؟ آره میدونم. اشکال نداره پسرم، من میرم. نه بابا، اونا میخوام منو ببینن. خودم میرم. تو حواست به کارای اینجا باشه و نذار که شیتا بفهمه، اون خیلی نگران میشه. خب راستش دوست داشتم به جای تو برم، ولی مشکلی نیست. من حواسم به شیتا هست، نگران نباش. باشه. ازت ممنونم. پسر اگه کاری داشتی به من زنگ بزن. باشه بابا. روحیت کجا داری میره؟ همه چی خوبه؟ زودی برمیگرده. مشکل سندای زمینه، قراره توی جلسه کوچیک حل بشه. نمیفهمم مگه مشکلی پیش اومده؟ خودتو نگران نکن. یالا برو خوش بگذرون. برو باهاشون خوش باش. با خودتون ببرینش. برید. قضیه تو با پالاک حل شدش؟ اول باید رابطه‌ای باشه که قضیه حل بشه، ولی اصلا رابطه‌ای وجود نداره که بخواد حل بشه. ببین همه جان، پالاک کجاست؟ منم این روزا نمیدونم کجاست. پسرمون توی دنیای خودش گم شده. میرم به کارم برسم. باشه؟ الان میام. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چی شده؟ من دیدم چی کار کردی. چی؟ جوری که داشتی به عمه نگاه میکردی حس کردم میخوای همین سوالو بپرسی. برای همین من پرسیدم. مشکلش چیه اون وقت؟ برو به جای منم ازدواج کن. نه جدی میگم. نظرت چیه؟ ببینم تو چه مرگته؟ کجایی؟ دورو برای تو ببین. این جشن منه. من دارم ازدواج میکنم. یه نگاه به خانواده‌ام بنداز. همه خوشحالن. همه خوشحالن. تو چی؟
خوشحالی؟ خوشحالی من. نگران نباشید، همه چی رو آماده میکنم. ممنون. خواهش میکنم. همه چی آماده است؟ آره، ولی من میرم مطمئن بشم. وایسا ببینم پولا همه چی آماده و مرتبه؟ آره، همه چی آماده است و من خیلی خوشحالم. راستی میخواستم زودتر بیام ولی طول کشید تا آماده شم. خیلی خوشگل شدی. میدونم خیلی ها به هم گفتن، ولی به هر حال ممنون. عمه جون روحیت کی میاد؟ مامورای مالیات خیلی بهش زنگ زدن، مجبور شد بره. عمه جون همه چی خوبه؟ دخترم نگران نباش، اگه مشکلی هم پیش بیاد مطمئناً حل میشه. حتی اگه مجبور به هر کاری بشم نمیذارم دردسری براش پیش بیاد. احساس میکنم دارین یه چیزی رو از من مخفی میکنین. اینجا چی کار میکنی؟ بودو زود باش، اینجا چی کار میکنی؟ بیا دیگه. میدونی که این آخرین رقص تو روحیت به عنوان نامزده، چون دارین ازدواج میکنین عزیزم. ولی آخه آنایا روحیت کجاست؟ حتما همین نزدیکی هست، میاد دیگه. مطمئن داشت میگفت که یه مشکلی با مامورای مالیات براش پیش اومده. مسئله خطرناکی نیست، این برای همه ما پیش میاد. ببین وقتی مامور مالیات دنبالت باشن یعنی داری درست زندگی میکنی. به مجموعه ما خوش اومدی. ریوا این چیزی نیست که آدم بهش افتخار کنه. چه بابا یکم آروم باش. آروم باش و با ما بیا، زود باش. شب بخیر به همگی. من امشب خیلی خوشحالم چون فکر نمی کردم که دوباره مادر شوهر بشم و برای این از آنایا ممنونم. تو فهمیدی که چطوری قلب ریتویکو مال خودت کنی و ریتویک تو انقدر ما رو خوشحال کردی که حاضرم برات هر کاری بکنم. ببخشید اگه خوب اجرا نکردم پسرم. خب به همتون خوش بگذره. मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं।
وای 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 مامان، نمیدونستم بلدی اینقدر خوشگل برقصی. منم همینطور. این بهترین سورپرایز بود. تو برام همه چیزی. با اینکه تو پسر واقعیشی، ولی باید بگم مامتا برای من عین مادر خودمه. قطعاً داداش، ولی مامان فقط برای منه. بجوش بیاد ببینم. وای احساساتی شدیم، ولی این ایده پالاک بود و من خیلی خوشحالم. چرا تو عروسی من اینجوری نرقصی؟ عزیزم خیلی قشنگ و خوب رقصیدی. من که خیلی دوست داشتم، ولی چرا تنها رقصیدی؟ خب بیا با منم برقص دیگه. من فقط برای پسرم میرقصم. دوست دارم مامان. منم دوست دارم. دیدی ریتویک؟ به خاطر عروسی تو همه دارن جشن میگیرن و خوشحالن. सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल من دیدم چی کار کردی. میخواستم ازت تشکر کنم. ممنون که به مادرم این رقصو یاد دادی. مشکلی نیست آقا، این کارمونه دیگه. تو شرکت مامانمو به خاطر اینکه جشنتو خراب کرد مقصر دونستی مگه نه؟ و این یه فرصت برای ما بود که هر کاری که از دستمون برمیاد برای جشن شما انجام بدیم. اگه ایده های خوبی بدی میتونیم تو عروسی های بعدی سود خوبی به دست بیاریم. اگه مردم راجع به رقص مادر بشنون قطعا خیلی معروف میشه. یعنی کاری که کردی فقط برای این بود که شرکتتون سود کنه؟ بله قطعا، چون این کار ماست. تو به خاطر این کار ما رو استخدام کردی. به هر حال من اصلا دوست ندارم سر کار وقت تلف کنم. میرم سراغ کارم، وگرنه مهمونه میان میگن جشن تو خراب کردیم. خیلی خوب، با اجازه. داداش خواهش میکنم سعی کن منو بفهمی. جشن هنوز در جریانه و داماد غیب شده. به خانواده عروس چی بگیم؟ همینطوری هم به خاطر این موضوع با خانواده عروس مشکل داریم و الان دوباره این اتفاق داره میفته. نه این کارو نمیتونم بکنم. داداش پسرم این دختر رو انتخاب کرده. نمیتونم باباشو مجبور کنم که قراردادو امضا کنه. زوری که نیست. داداش همین که قبول نکرده مسئله تمومه و باید به نظرش احترام بذاریم. سعی کن بفهمی دختر ایشون قرار عروسم بشه. مجبورم نکن این کارو بکنم. واقعا نمیتونم. یا خدا این همه کار زیاد شده، هیچ کس براش مهم نیست. من باید همه کارا رو بکنم.
مامان بذار کمکت کنم. دختر عزیزم، کارو ول کردی اومدی به من کمک کنی. ممنونم. معلومه نمیذارم تنهایی کار کنی. بذار تا روحیت درگیر مامورای مالیاتی باشه. سعی کن بفهمی دارم بهت چی میگم. اگه قرار نیست کارا با راه درست انجام بشه، پس باید به روش من انجام بشه. من اینجا تا میتونم به شیتا فشار میارم که روحیت تو خطره تا مجبور بشه سندا رو امضا کنه. الان دیگه مجبور نیستم که برای امضا پیش باباش برم. اون خودش به خاطر همسر عزیزش سندا رو امضا میکنه تا مطمئن باش. به فشارت ادامه بده. فهمیدی؟ خوبه. مامان شنیدی؟ شیتا یه عالمه نگران روحیت و پدرش از قصد داره این کارا رو انجام میده. یکم صبر کن. زودی برمیگردم باشه. مامان تو این زمان میخوای چی کار کنی آخه؟ هیچی دخترم، به من اعتماد کن. یه رب دیگه برمیگردم. ببخشید اجازه هست؟ ابوالفا من بیا. میخوام باهات حرف بزنم. یه مسئله مهمیه. جانم. یه لحظه بیا، کار خیلی مهمیه. زود باش بیا. خانواده عزیزم و مهمونای دوست داشتنی، دوباره برگشتیم. همسر خوشگلم میخواد برقصه. سانچی عزیزم یه رقص بی نهایت زیبا با آنایای خوشگل خواهد داشت. و همینطور ریشاب جذاب با ریتمیک زود رنج خواهد رقصید. همگی خودتون آماده کنین، موسیقی رو شروع کنین. بگیرین نه ای بابا این آهنگی نیست که میخواستم. این چیه گذاشتی؟ عوضش کنید. معذرت میخوام ریشا، نمیتونی درخواست کنی که منو تو با هم برقصیم و دخترها هم با هم برقصن. واسه همین بهتره آهنگی انتخاب کنی که مناسب من و آنایا باشه تا با هم دیگه برقصیم. ریشا چرا یهو ناراحت شدی؟ مسئله مهمی نیست، اون داماده. امروز روز اونه، ناراحت نشو. آره امروز روز اونه. खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुमको हिलाओ जरा, खामोशियाँ अल्फाज हैं, कभी आ गुनगुना ले जरा, बेकरार है बात कर
رقص خیلی نگران بودم ولی خیلی خوب شد. ریتویک خیلی خوشحال شدیم. اولش قبول نمی کردی که برقصی. الان چی تغییر کرد؟ باید این کارو میکرد به خاطر آنیا و به خاطر مادر زن آینده. الهی ممنونم. آفرین خیلی قشنگ بود. هنوزم که سر شبه. هیچ رقص دیگه بعد از این مثل این رقص پرهیجان نمیشه. بله. ریشا ریشا چی کار داری میکنی؟ مسئله اینطور نیست که فکر میکنی. داری اشتباه میکنی. اشتباه میکنم؟ آره درسته. همه چی تو این خونه خوبه. فقط ریشا یه چیزی اشتباهه. بهت بگم، مثل بچه ها رفتار میکنی. من مثل بچه ها رفتار میکنم؟ باش. ریشا چرا اینجوری رفتار میکنی؟ الان نوبت رقصته. مامان این نمایش خیلی خسته کننده است. چه فایده ای داره؟ ریتویک این نمایش خیلی قشنگ اجرا کرد. لازم نیست با اجرای من خرابش کنه. ریشا واقعا میگم مامان، میدونی اتفاقی که همیشه داره میفته چیه؟ من حواسم هست ممکنه کسی دقت نکرده باشه ولی همیشه خواسته ریتویکه که اجرا میشه. درسته که من بزرگترم ولی کو احترام به برادر بزرگتر. اجازه بده حرفمو بزنم. باشه این حرفایی که دارم میزنم درسته. مگه کسی به ریکی نمیگه؟ باید همیشه همینطوری برای ریکی خوشحال باشیم. درسته؟ مامان خواهش میکنم جوابشو نده. ریشا بس دیگه، نخور، بذار کنار، نوبت رقص ما شده. خب بابا رقص ریکی رو دوست داشت، نمیخوام خرابش کنم. برای همین نمیخوام برقصم. تو رو خدا ناراحت نشو. واقعا نمیخوام عذرخواهی ریشا کنم. خیلی تمرین کرده بود. عزیزم نمیخوام برقصم. ریشا مامان خواهش میکنم بهش اهمیت نده. اشتباه نمیکنه دخترم. سال هاست که ریتویک راضی به ازدواج نشده. الانم که قبول کرده ازدواج کنه باورمون نشده. یادمون رفته که فقط اون نیست که تو خونه است. نه مامان اینطور نیست. اون داره زیاده روی میکنه. باشه مشکلی نیست. برو دیگه آرومش کن. خانم شیتا چرا اومدی اینجا؟ روحیت کجاست؟ اینجا کسی نیست. همه توی جشنه. این چه کاریه که دارم میکنم؟ من هنوز احساس میکنم که روحیت یه چیزی ازم پنهون کرده. نه دارم اشتباه میکنم. به خدا تو خیلی خوش هستی. چرا؟ چون داری با یه دختری مثل من ازدواج میکنی. اینقدر خوشگل و خانوم و فهمیده که ازتم اینقدر حمایت میکنه. از همین حالا قدرتو میدونم و برام عزیزی. چون تو پشتیبانم بودی و منو فهمیدی، در حالی که بقیه سعی نکردن منو بفهمن. گشنت نیست؟ خیلی زیاد. چرا من برای کسی که هستم واسه من نیست ناراحتم؟ اون لحظه هایی که من و ریتویک با هم داشتیم تموم شده. اون دیگه واسه من نیست. آنایی ازم دزدیدشون. ولی با وجود همه این اتفاقا خدایی ازت خواهش میکنم بهم قدرت بده، چون نمیتونم تحمل کنم. خیلی سخت ریتویک رو با یکی دیگه ببینم.
و حالا نوبت شیتا و روحیته. یالا محکم‌تر دست بزنید. چرا داماد انقدر نگران و مضطربه؟ یالا روحی. این مناسبت منو خیلی مضطرب میکنه. عادیه، لازم نیست نگران باشی. یالا موفق باشی. خیلی خب باشه، منو برای رقص صدا زدی، ولی شیتا کجاست؟ درسته، شیتا کجاست؟ درسته که عروس به زمان زیادی نیاز داره تا آماده بشه، ولی عروس تو دیگه خیلی لفتش داده. انقدر لازم نیست. به خاطر تأخیر معذرت میخوام. شاید یه چیز ضروری براش پیش اومده. الان میرم میبینم کجاست. اصلا اشکالی نداره. بذار یکم منتظر بمونه. خب مگه چی میشه؟ انگار باید از الان عادت کنه. آره شیتا، بهم خبر ندادی. ها؟ منتظر یه خبر از تو هم تا همه چی رو درست کنم. آره مهمه که بهم خبر بدی، چون من ابوالفا رو توی جشن میدم. آره درسته، نوه آقای جای، اون وکیله. آره قطعا باش صحبت کردم. نه نگران نباش، به هیچ کس نمیگم. پس من با آقای بیور صحبت میکنم. باشه؟ چی؟ باشه صحبت میکنم. موافقت کرد. الان باید با آقای بیور صحبت کنیم. باشه عمه، نگران این مسئله نباش. با شرکت صحبت کردم و قراردادو بفرستن. درسته که ترافیکه، ولی تا 10 دقیقه دیگه میرسه. به نظرت همه چی درست پیش میره؟ ببینم نگران نباش، همه چی درست میشه. تازه به این میگن قرارداد قبل ازدواج، و قبل از اینکه ازدواجی صورت بگیره همه چی رو توش مینویسن و دیگه هیچ کس نمیتونه شیتا رو اذیت کنه. منم همینو میخوام که هیچ کس نتونه شیتا رو اذیت کنه. پالاک؟ چرا داری گریه میکنی؟ چیزی نیست خانم، فقط کسی ناراحتت کرده؟ نه. کی هستی؟ وایسا! راکاش! نارین! بله خانم. یه غریبه اینجا مراقب ما بود. سریع برین دنبالش ببینین کی بوده. ما همه رو بررسی کردیم خانم، ولی بازم چشم. تو اونو ندیدی؟ نه خانم، ندیدم. کسی رو ندیدم. ممکنه خیالاتی شده باشم، ولی حس کردم یه نفر مخفیانه ما رو زیر نظر داره. ببین آقای وکیل، روحیت اومده ولی شیتا هنوز پیداش نیست. آره باشه، یکم دیگه دوباره با هم صحبت میکنیم. آقای بیور، به لطف خدا همه چی خوبه؟ همه چی مراسمو دوست دارین؟ آره همه چی خوبه، همه چی. امیدوارم دوباره اتفاق خاصی نیفته. چرا باید اتفاقی بیفته؟ من فقط بابت یه مسئله دیگه اومدم باهاتون صحبت کنم. خیره، راجع به چی میخواین صحبت کنیم؟ من منظورم اینه که شما به جای اینکه تو جشن خوشحال باشی، همش نگران سندای زمینی، درسته؟ بله درسته، حق با شماست. این کارمه و تمامی نداره. آقای بیو رو معرفی میکنم، این ابوالفا، این جوون وکیله، خیلی معروف و کاربلده. سلام، از شرکت آمار هستم. از آشنایی با شما خوشبختم. آقا میخواستم بهتون بگم که ما میتونیم زمین رو براتون بگیریم. گفتی زمین؟ خب چطوری میخوای این کارو بکنی؟ من با شیتا صحبت کردم و گفت که میتونه پدرشو قانع کنه که با امضای قرارداد موافقت کنه. چند روزیه داری تلاش میکنه آقای فیرما رو راضی کنی، اما نمیشه. ولی اگه دخترش ازش بخواد حتما موافقت میکنه، درسته؟ آره، ولی چرا باید شیتا یه همچین کاری برای من بکنه؟ به نظر میاد میخواین از این قضیه یکم پول به جیب بزنیم. نه آقا، ما کاری به این داستان نداریم. یعنی قطعا اگه تو زمین رو بگیری یا نگیری به ما ربطی نداره، مگه نه؟ برای همین گفتیم موضوع رو تموم کنیم، اون امضا رو بگیریم. مگه شما اینطوری نمیخواین؟ غیر از این امضای دیگه از پسرت برای قرارداد قبل از ازدواج نیاز داری. توی این قرارداد نوشته که هر چیزی قبل از ازدواج اتفاق افتاده رو باید فراموش کنی. بعد از اینکه شما قرارداد زمین رو گرفتین، برای شیتام هیچ مشکلی پیش نمیاد. آقای بیو، الان بیا صحبت کنیم. تو پسرتو تو تله مالیاتی انداختی و همه اینو میدونی. قطعا فقط برای اینکه به شیتا فشار بیاری. این ازدواج هنوز صورت نگرفته، ولی به محض اینکه صورت بگیره میتونی هر فشاری بیاری. برای همین تصمیم گرفتیم که خیلی چیزا تو این قرارداد نوشته بشه. هر چیزی که مربوط به کار یا مالیات یا حتی قراردادهای مالی که شما باهاشون کار میکنید هیچ ربطی به شیتا نداره. ولی از اونجایی که شما میتونی به دختری که قرار عروست بشه فشار بیاری، به این معنیه که بعد از ازدواج زورش میکنی که بره از باباش برات امضا بگیره.
شیتا برای این میخواد ازدواج کنه چون عاشق شده، نه به خاطر این چیزا. امضاش کن. قبوله. اگه من امضای روحیتو بگیرم اون متوجه میشه که من هنوز زمین رو میخوام. درست میگم؟ آره آقا درسته، ولی این مسئله بین تو و پسرت میمونه. ما فقط میخوایم از شیتا حمایت کنیم. برات نوشیدنی که دوست داری سفارش دادم. بریم ابوالفا. مرتی زرنگ. خدای من، این تعظیم کننده عروسیم داره واسه من باهوش بازی در میاره. همه مانجید دارم فکر میکنم چی میشه اگه بیار همه ی امضاها رو بگیر. آره اون موقع پسرشو از دست میده و روحیت میفهمه که از قصد این دردسر افتاده. تازه میفهمه که دارن به پدر شیتا فشار میارن. حالا ببین آقای بیور نمیتونه هیچ مشکلی برای شیتا درست کنه. الانم دیگه شیتا داره میاد. شیتا تو اتاق نیست؟ یه لحظه صبر کن ببینم میدونی شیتا کجاست؟ یه دقیقه بذار الان زنگ میزنم. باید همین نزدیکیه باشه. موبایلش خاموشه. این دختر کجا میتونه رفته باشه؟ دارم نگران میشم. قطعا چیزی نیست. مطمئنی که همه چی رو به هم گفتی؟ خب راستش ناراحتی من به خاطر روحیت و شیتاست، چون روحیت درگیر مامورای مالیاتی شده و به خاطر همین خیلی ناراحتم. همه چیز ریخته به هم. دخترم میتونم نگرانی تو بفهمم، ولی چرا به خاطر این قضیه باید گریه کنی؟ میدونم که دارم مسخره رفتار میکنم، ولی نمیخوام هیچ مشکلی پیش بیارم. اوه پالاک بس دیگه، مثبت فکر کن، همه چی خوب پیش میره. و نمیدونم چرا باید نگرانم کنه، ولی برام مهمه. سلام ریتویک، اینجا چی کار داری؟ کاری داشتی؟ نه مامان، داخل خیلی سر و صداست. اومدم بیرون یکم هوا بخورم. هنوز که اول عروسی پسرم. آره از مامان. پالاک تشکر کردی، واقعا یه اجرای خوب بهم پیشنهاد کرد. همه یه ترسم از بین رفت. خانوم من هیچ کاری نکردم، اینا به خاطر اینه که شما پسرتون خیلی ولی دوست تو دارید. کاری کرده که این کارو بکنم. اجرای ریتویک، امیدوارم تو راضیش کرده باشی. ممکنه به خاطر تو شگفت زدمون کرده باشه. نه مامان، به خاطر اون نیست. میخواستم این کارو به خاطر آنایا بکنم. موضوع اینه که میخواستم یه کار خاص براش بکنم. اوه پسرم چقدر خوب. این به خاطر عشق مامان. ولی روحیت شیتا گفته بود که داره میره خونه تو. حتی عمو گفت که از خونه رفته بیرون. چی شده؟ شیتا اینجا نیست. شیتا نیست؟ خب اگه رفته باشه خونه ما تا الان باید برمیگشت، ولی خب یه چیزی شده که تا حالا برنگشته. روحیت اینجا باشه چرا اون باید بره خونتون؟ دخترم روحیت تازه رسیده، از صبح دفتر مأمور مالیات رفته بود. شاید به خاطر همین شیتا نگران شده و رفته دنبالش بگرده. پسرم روحیت خیلی نگرانم. خواهش میکنم بذار پلیس رو خبر خاله. کنیم. میترسم حالا چیه؟ نگران نباش، پیداش نگران نباش. من میرم خونه ببینم اونجاست یا نه. برو دخترم خبر بده، ما هم اینجا دنبالش میگردیم. الان میرم. پالاک داری میری؟ چی شده؟ چجوری میری؟ خاله من با تاکسی میرم. نه صبر کن. پسرم ریتویک تو باهاش برو، نمیتونم بذارم تنها بره. برید دیگه، چرا وایسادین؟ من حواسم به همه چی هست، شما برید. باشه مامان. چیزی در موردش فهمیدی؟ نه آقای ویجی، هممون نگران نشیم و نمیدونیم کجاست. آره منم با همه صحبت کردم و حتی با اداره پلیسم تماس گرفتم. خودم الان بهشون زنگ میزنم. نمیدونم چرا این همه مشکل تو عروسی شیتا پیش میاد. چرا هر عروسی که میخوام درست کنم این همه مشکل درست میشه؟ چرا انقدر بدشانسم من آخه؟ بس اینجوری فکر نکن. بذار اول شیتا رو پیدا کنیم، این مهمه. خیلی نگران شیتا، میخوام بدونم کجاست. منظورم از شانس بد اینه که نگرانشم. تو همیشه منظورم رو اشتباه میگیری. باشه من معذرت میخوام. آروم باش، همه نگرانن، همه اعصابشون خورده. خدا شیتا رو سلامت برگردونه، این مهمه. نظرت چیه؟ کجا میتونه رفته باشه؟ نمیدونم، از اتفاقی که افتاده شوکی شدم. عروسی رو ترک کرده و غیبش زده. چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ نمیدونم چرا کار نمیکنه.
مهم نیست، پیاده شو. اما برکات یه ماشین دیگه واسم بیار. ماشین خودم خراب شده. چشم آقا. معذرت میخوام، منم میام. مشکلی نیست. آره با ماشین بود. خواهش میکنم به محض اینکه چیزی فهمیدین خبر بدین. چیزی فهمید؟ نه هیچی نفهمید. این اتفاق اصلا طبیعی نیست. چه ربطی به خونه داره که رفته اونجا؟ نمیدونم ولی حس میکنم این قضیه یه ربطی به سامر و رادیکا داره. سامر و رادیکا چرا؟ قبل از ازدواج خیلی با سامر قرار میذاشتن. اون موقع پنهانی ازدواج کرد و فرار کرد. الانم از عروسیش فرار کرده. میدونی این که طبیعی نیست ولی سعی کن اینجوری بهش فکر نکنی. ریوا داستان تو سامر با اتفاقی که داره میفته خیلی فرق میکنه. باور کن شیتا برادرمو خیلی دوست داره. امکان نداره این کارو بکنی. شاید که پسر بهتر و پولدارتر پیدا کرده. از کجا میدونی؟ امکان نداره، تو داری زیاده روی میکنی. خانوادگی یه جور فکر میکنن. با من بیا دیگه این حرفا رو نزن. ریوا معذرت میخوام، بعد از کاری که سامر باش کرد به همه شک داره. تو دلش چیزی نیست. باشه، به این حرف عادت کردم. اونم از سمت تو و خانوادت. من اینجوری نیستم، اونم اینطور نیست. فقط هنوز دلش از اتفاقی که افتاده شکسته. خواهرت هم اینجوریه. تو و خانوادت همتون فکر میکنین که ما دزدیم و دنبال پولای شماییم. فکر میکنید هیچی برای ما مهم نیست. اینکه پسره پولدار پیدا کردیم و از یه خانواده فقیر اومدیم شما رو گولتون بزنیم. راستش تو هم اینجوری بزرگ شدی و فقط نگران اطرافیان خودتی و بقیه مردم برات مهم نیستن. سامر همیشه میگفت که ریوا رو دوست نداره و براش مهم نیست، ولی اون اصلا به حرفاش گوش نمیکرد، فقط به خودش فکر میکرد. و برادرش که فکر میکرد قهرمانه فقط دل شکستن و بلده. و این کار بیشتر از یه دقیقه واسش زمان نمیبره. تو وقتی دل دخترها رو میشکنی عذاب وجدان نمیگیری؟ یا قضیه فقط برای تو اینه که شماره بدی و حس میکنی کار خارق‌العاده‌ای انجام دادی؟ آره؟ راستش خوبه که مشخص کردی اتفاقی که افتاد برای تو مهم نیست و من فهمیدم که هیچ چیزی برای تو مهم نیست، چون تو هیچ وقت برای این چیزا خلق نشدی. هدفت از تکرار این حرفا چیه؟ چی شده؟ این حرفا اذیتت میکنه؟ اگه پلیس نمی اومد میتونستی کار خارق‌العاده‌ای انجام بدی؟ آره؟ این واسه فرصت بود؟ ساکت شو. تو خانوادت خوب بلدین مردم رو خفه کنی ریتویک. مردم رو استخدام میکنی که ازشون سوء استفاده بکنی و بعدم مثل یه آشغال پرتشون کنی بیرون. بعدش میای خیلی خوب و تمیز عذرخواهی میکنی. مامانم به خاطر یه آدم پولدار ولم کرده. داستان خیلی خوبیه نه؟ لازم نیست قضیه رو انقدر بزرگش کنی. بس دیگه لطفاً. والا که این حرفا رو نزن، تو هیچی نمیدونی. چیو نمیدونم؟ من همه چیو میدونم. میدونم که راجع به همه چی به خاطر گذشتت قضاوت میکنی. چرا باید هممون به خاطر عقده‌هات زجر بکشیم؟ شیتا چرا امروز زجر میکشه؟ ببخشید؟ منظورت چیه؟ عمو بیار هنوزم طمع قرارداد زمینو داره و واسه اینکه بتونه کارش راحت انجام بده سعی کرده که به شیتا فشار بیاره. من باهاش حرف میزنم ولی اصلا همچین چیزی نیست. این اتفاق برای گذشته. این حرفا رو خودم شنیدم، با گوشه خودم شنیدم. چیو؟ آقا ماشین آماده است. من بگو. آقا اینو یکی بهم داد و گفت که داخلش یه چیزیه که به شیتا ربط داره. چی؟ کی بود؟ آقا فقط دیدم که یه گروه موتور سوارن، صورتاشون هم پوشونده بودن. چرا نگهشون نداشتی؟ نتونستیم، سریع رفتن. این فلش باشه. بابا خواهش میکنم سندای زمینا رو امضا کن. روحیت همیشه پشتم بود و به خاطر من جلوی خانوادش وایساد. واسه همین من بهش بدهکارم. خواهش میکنم امضاشون کن. اینجوری من برمیگردم. الان تو باید تصمیم بگیری. منتظرم. خداحافظ. عمو بیا اینا چیه؟ داستان زمین خیلی وقتی تمام شده مگه نه؟ پس چرا باید شیتا این حرفا رو بزنه؟ کی مجبورش کرده این کارو بکنه؟ من از شیتا نخواستم این کارو بکنه. منم تعجب کردم. بس دیگه نمیخواد همدیگر رو مقصر بدونید. این داستان تمومه. خیلی وقت تموم شده. چی؟ شما راجع به کدوم زمین و قرارداد دارین حرف میزنین؟ زنده داشت همون زمینای کنار قطار که توقیف شده. سندای زمین تو دفتر آقای فیرماس و از ایشون خواستیم که مسئله رو حل کنه ولی گفت امکان نداره. برای همین مسئله رو به خاطر عروسی بچه‌ها بستیم.
و فراموشش کردیم. من شخصا با آقای فیرمان راجع به این موضوع صحبت کردم و حتی رفتم خونه‌شون و اونجا با هم دیگه حرف زدیم، ولی نفهمیدم که یه لحظه، یعنی شیتا الان احساس میکنه مقصر منم؟ نه، قضیه با چیزی که میشنوید فرق میکنه. تو که با ازدواج اونا موافقت کردی، چرا بعدم به روحیت فشار آوردی؟ خودم شنیدم داشتی با تلفن حرف میزدی. تو این تماس بهشون گفتی که بذار روحی درگیر مامورای مالیاتی بمونه، چون اینطوری شیتا فکر میکنه که همه چی به خاطر زمین داره اتفاق میفته و طبیعیه که اینطوری رفتار کنه. اما این حرفا درسته؟ آره، ولی یه دقیقه، زمین چه ربطی به مامورای مالیات داره؟ این یه قضیه دیگه است. آره درسته، دارن به خاطر یه قضیه دیگه با همون اینجوری رفتار میکنن. شاید شیتا با پروژه های دیگه اشتباه گرفته. ببخشید ریوا، ولی نه من و نه مادرم موضوع رو اشتباه نشنیدیم. عمو بیور خیلی به شیتا و روحیت فشار آورده بود. این حرفا چیه؟ تو داری گستاخانه رفتار میکنی. داداش یه لحظه صبر کن. ریشا برو پیش بابات، داره با مأمور پلیس حرف میزنه. آقای بیور، من باید بدونم که دخترم کجاست. رفته خونه شما؟ آره عمو، ولی اون از اونجا اومده بیرون. ولی بعدن کجا رفته؟